بریم با کارامل یه دونه کاپوچینو نابی بزنیم. یه پیچر 350 تر میکنیم. 120 میل شیر، 30 میل سیروپ کارامل. یه فوم سنگین میخوام بگیرم. انقدر هوا رو وارد شیر کنید که یه فوم خیلی زیاد بگیرین و تا اینجا بیاد بالا. نوک سیم بخار روی سطح شیر. پیچرتون رو بکوبین. از بغل پیچر اینو این شکلی هل میدین این رو. این در اصل همون کاپوچینو کلاسیک با طعم کارامل. خیلی خوشمزه است. خیلی میکوبینش. یه خورده پودر آچاکر میریزیم این رو. یه خورده سس کارامل میریزیم روی این فوم شیر که قشنگ طعم کارامل بگیره. 2 شات اسپرسو. فکر کنم جذاب‌تر از این کاپوچینو نداریم ما. هم جذابه هم خوشمزه. حالا ببین این فوم هم نمیریزه طبق روال. اینجا رو اسلو بده. اگه از اکسپلور میای پیج منو داشته باش. کلی اینجا آیتم دارم که باهاش پول در بیاری. ما اگه کارمون ضعیف بود که این شکلی مشتری نداشتیم. بیرون بگیر. ممنون، مرسی. خدمت شما.